به نام خداوند بخشنده مهربان. السلام علیکم بچه های عزیز، خوبت؟ سلامتت؟ انشالله که همیشه خوب باشد. اینجا رادیو مهر، صدای کودک می باشد. من شهنازه دوباره با یک دنیا افسانه و قصه های نو به نزد شما آمدم. افسانه امروزه ما درباره پیرمرد و حیوانات جنگل می باشد. بود نبود در یک جنگلی سرسبز و خرم خانه‌چه چوبی بود که در آن پیرمردی مهربانی زندگی میکرد. او حیوانات را خیلی زیاد دوست می داشت و به خاطر علاقه زیادی که به حیوانات داشت به تنهایی در جنگل زندگی می کرد. پیرمردی مهربان روزها در جنگل می گشت. اگر حیوانی زخمی پیدا می کرد آن را به خانه‌چه خود می برد و معالجه می کرد. اگر کسی به کمک احتیاج داشت با او کمک می کرد. اگر گاهی هم شکارچیان برای شکار حیوانات به آن جنگل می آمدن، حیوانات را خبر می کرد و آنها را کمک می کرد تا از دست شکارچیان گریزند. در جنگل سرسبز همه حیوانات پیرمردی مهربان را دوست داشتند. فقط یک عقاب بود که او را دوست نمی داشت، بلکه دشمنی پیرمرد بود. ماجرا این بود که عقاب 5 سال پیش در دام یک شکارچی افتاده بود که بال بزرگش شکسته بود، اما توانسته بود از آن دام فرار کند. عقاب با خودش فکر میکرد شاید این پیرمرد بوده است که آن دام را برای او پهن کرده و داستان شکارچیان دروغ است. او همیشه منتظر فرصت بود تا از پیرمرد انتقام بگیرد، تا اینکه یک روز از حیوانات دیگر شنید که پیرمرد مریض شده است و در خانه‌چه خود استراحت می‌کند. عقاب دید همه دوست دارند و پیرمرد کمک کنند. خرس کلان از دریاچه برای او ماهی می‌گرفت. میمون باهوش با کمک خرگوش و سنجاب ماهی را برای پیرمرد روی آتش کباب می‌کردند. زاغ و پرندگان دیگر هم چشمه می‌رفتند و برای پیرمرد آب صاف و تمیز می‌آوردند. عقاب با خودش فکر کرد اکنون وقتی خوبی برای انتقام گرفتن است. او با آخر جنگل رفت، جایی که می‌دانست یک مار کلان زندگی می‌کند. عقاب یک غذای بامزه‌ای برای مار برد و از او خواست تا مقداری از زهر کشنده‌اش به او بدهد. مار در عوض غذای با لذتی که عقاب برایش آورده بود کمی از کشنده ترین زهر خودش را به او داد. عقاب زهر را گرفت و به پیش حیوانات بازگشت. به حیوانات گفت من تا حالا کاری برای پیرمرد نکردم. اجازه بدهید این دفعه غذایش را من ببرم. حیوانات که از نقشه او خبر نداشتند قبول کردند و غذای پیرمرد را به او دادند. عقاب غذا را زهر آلود کرد و به سمت خانه‌چه چوبی برآ افتاد. اما وقتی به خانه‌چه رسید دید یک نفر دیگر در خانه‌چه است. یک شکارچی
با اسلحه‌اش قصد کشتن پیرمرد را دارد. عقاب پشت در پنهان شد و به حرفهای آنها گوش داد. شکارچی به پیرمرد می گفت تو همیشه مزاحم کاری من هستی. امروز تو را می کشم و برای همیشه از شرت خلاص می شوم. پیرمرد گفت اگر می خواهی مرا کشی بکش، اما کاری به حیواناتی بیچاره نداشته باش. شکارچی با صدای بلند خندید و گفت من همه آنها را یک تا شکار می کنم و هیچ حیوان دیگر را در جنگل باقی نمی گذارم. به تو قول می دهم. پیرمرد آهی کشید و گفت امیدوارم هرگز موفق به این کار نشوی. شکارچی اسلحه‌اش را روی سر پیرمرد گذاشت و گفت یادت هست 5 سال پیش عقاب کلانی زیبایی را در دام انداخته بودم و تو آن دام را پاره کردی و کمک کردی تا عقاب فرار کند. اکنون تو را می کشم و بدنت را نزد همان عقاب می اندازم تا تو را با نوکش تیکه تیکه کند. در همین لحظه که عقاب همه حرف ها را شنیده بود شروع به بال زدن کرد. شکارچی متوجه عقاب شد و به دنبال او دوید و به سمت او تیر زد. عقاب ماهی زهر آلود را روی زمین انداخت و فرار کرد. شکارچی ماهی را برداشت و شروع به خوردن کرد. بعد از خوردن ماهی دوباره به نزد پیرمرد میخواست برود، اما قبل از اینکه به نزد پیرمرد برسد سرش تاب خورد و بر روی زمین افتاد و مرد. 1 ساعت بعد عقاب به خانه‌چه پیرمرد برگشت و برایش 1 ماهی کباب دیگر آورد، ولی این دفعه ماهی زهرآلود نبود. از آن روز بعد عقاب بهترین دوستی پیرمرد شد. با همین داستان ما به آخر رسید. بچه های عزیز، خدایار و نگهدار شما تا افسانه دیگر. خدا حافظ.